هلو، خوش اومدین به اولین ولاگ یوتیوب من. امروز من خیلی براش ذوق داشتم، خیلی هیجان داشتم، گفتم که با شما هم صمیمش بشم. امروز اولین روز کاری من توی کشور ترکیه است. 2 تا بازی خیلی مهم هست، با هم دیگه حاضر شیم بریم واسه عکاسیشون. راهمون خیلی طولانیه، برم حاضرشم دیرمون نشه. صحبت میکنیم با هم. شروع روزم که بدون قهوه نمیشه. اول همش قهوه میزنیم که روشن شیم. خب من دیگه حاضر شدم، بریم که دیر نرسیم. توی راه با هم دیگه صحبت کنیم. خب آقا، سالن بازی ها از من یه خورده دوره، یعنی کلا توی اون ساید آسیایی استانبوله. مسیرمون طولانیه، یه اتوبوس داریم، یه مترو داریم، دوباره یه اتوبوس، کشتی داشتم میافتادم و دوباره یه اتوبوس. استانبول هم که کلا بدتر از ایران همیشه تقریبا ترافیکشو داره، اما یکی از پوینت های مثبت استانبول از نظر من که خیلی هم دوستش دارم حمل و نقل دریاییشه، یعنی راه نجات واقعا از ترافیک سرسام‌آور استانبول. و من هر جا که بتونم مسیری که انتخاب میکنم واسه رفت و آمد قطعا کشتیه. منتظر بودم اتوبوس بیاد سوارشم برسم به مترو. 3 تا ایستگاه راهه. الان رسیدیم ایستگاه مترو، زده که تقریبا 5 دقیقه دیگه میاد. بریم بشینیم منتظرش. 2 تا ایستگاه داریم، بعد دوباره یه اتوبوس سوار میشیم تا برسیم به اسکله، کشتی سوار شیم بریم برسیم اون ساید، دوباره یه اتوبوس دیگه هم داریم. مترو این خط هم جلو شیشه‌ای و میتونی ببینی از کجا رد میشه. خب آقا، رسیدیم اسکله، بریم کشتی که به اسکودار میره رو پیدا کنیم، ببینیم که کی میاد، برسیم اون سمت. دوباره یه اتوبوس دیگه باید سوار شم تا برسم به سالن بازی. آقا بالاخره رسیدیم به کشتی. از ترافیک صبحگاهی استانبول خودمون رو نجات دادیم. فکر کنم تقریبا یه 45 دقیقه 1 ساعت زمان میبره تا برسیم اون ساید. این مدت یه پرنده نمون چک میکنن، برنامه ریزی کارهایی که باید انجام بدم و از منطقه بوسفور لذت میبرم تا برسیم اون ساید. دوباره یه اتوبوس باید سوار شم تا برسیم به سالن مسابقه. کلا من عاشق این حمل و نقل دریایی استانبولم، هم از ترافیک استانبول نجات میده، هم منظره بوسفور رو لذت میبری ازش. میبرم هم پل معروف بوسفوره که حالا یه داستان و افسانه‌ای داره که تعریف میکنم واسهتون. البته شب مشکل‌تر البته میشه. این پلی که پشت منه، گفتم داستانشو بهتون میگم. پل معروف بوغازه که در واقع روی تنگه بوسفوره و ساید اروپایی استانبول رو به ساید آسیایش وصل میکنه. حالا یه داستان داره این پل که میگن هر کی برای اولین بار از زیر این پل رد بشه و یه آرزو بکنه، آرزوش برآورده میشه. و میگن که کسی که این پل رو ساخته وقتی از زیر این پل رد شده واسه اولین بار آرزو کرده، آرزوش برآورده شده. واسه همین این پل به پل آرزوها هم معروفه. اتوبوس آخرم سوار شدم، پیاده شدم، یعنی تقریبا مپ زده که 4 دقیقه با سالن فاصله دارم. باید برم حالا پیداش کنم و نمیدونم که دقیقاً کجاست. فکر کنم یه ذره گمم شدم. بعد من با این سمت استانبول خیلی کم آشنایی دارم و گوگل مپ هم اینجا یه وقتا یه سری مسیرایی رو نشون میده که واقعا برای یک انسان صعب العبوره. سربالایی‌های شیبدار زیاد. برم پیدا کنم سالونو، بعدش برم داخل، بعد برم آیدی کارتمو بگیرم. تو ایران
همیشه انقدر برای گرفتن آیدی کارت داستان داشتیم و استرس فشار به آدم وارد میشد که بدن ندن، الان برم یه گیری بهم بده، الان برم یه داستانی پیش بیاد. واقعا واسه من تبدیل به تروما شده و هر سری که اینجا میخوام آیدی کارت بگیرم همش این اگه ها تو ذهنم میاد. بعد سالن رو پیدا کردیم، انقدر از خونه زود راه افتادم که دیر نرسم. الان تقریبا 1 ساعت زود رسیدم و اینکه مسیر رو خیلی بیشتر حساب کرده بودم ولی خیلی زودتر از این چیزی که فکر میکردم رسیدم. الان 1 ساعت باید وایسم تا اون تایمی که قرار تحویل بدن آیدی کارتمو برسه، برم آیدی کارتمو بگیرم و برم داخل سالن. اینم در پشتی سالن بود که ماشینای پخش زنده جلوش وایساده بود. دارم میرم آیدی کارتمو بگیرم و باید ترکی باهاشون صحبت کنم. خیلی سخته الان واسه من، یعنی من تازه دارم یاد میگیرم ترکی و قبل اون اصلا ترکی بلد نبودم و همیشه اینجایی که بزرگترین چالش‌های من چه حالا تو کار چه محیط بیرون اینه که باشون ترکی صحبت کنم. تا الان هر چی پیش بردم با انگلیسی بوده ولی یه جایی به کار نمیاد چون که انگلیسی بلد نیستن و من باید ترکی صحبت کنم. خب آقا آیدی کارتمو گرفت، حالا بریم سمت ورود سالن، بریم واسه یه عکاسی هیجان انگیز. خب اینم از ورزشگاه اختصاصی تیم واکیف بانک. داخلش هم کاپایی که گرفتن و پوستر بازیکن‌ها رو زده بودن، کلا خیلی داخلش خوشگل بود. اینم من که داشتم وسایلمو آماده می‌کردم. اینجا هم که لحظه ورود بازیکن‌های تیم واکیف به زمین خودشون بود که میزبان بودن که با این نورپردازی‌ها جلوه ویژه داده بودن و همه چیو جذاب‌تر کرده بودن. اینجا هم به تماشاگرها خوش آمد میگفتن و بهشون میگفتن که با ریتم آهنگ گوشیاشون رو تکون بدن. بعدم که معرفی بازیکن‌ها بود و ترکیبی که توی زمین بازی میکنه. یه اتوبوس سوار شدم که برم به بازی دوم برسم. بازی دوم به نسبت بازی اول بازی مهمتری بود، واسه همین تماشاگرای بیشتری اومده بودن. اینجا هم طرفدارای گالاتاسرای دارن پرچم تیمشون رو تکون میدن. اینجا هم که دوباره معرفی ترکیب شروع کننده بازی و این داستانا. این کارهای بامزه رو توی مسابقات جهانی هم انجام میدن بین ستا برای اینکه تماشاگرها حوصله‌شون سر نره. به صورت رندوم از بین تماشاگرها انتخاب میکنن و هر سری یه مدل بازی براشون وسط زمین طراحی میکنن. بازی این بود که باید 2 نفری با هم ساعد میزدن و اگه توپو مینداختن توی این مکعبا بهشون فرم ملی و جایزه میدادن. یه ذرم از زیبایی‌های تکنیک خانم وارگاس ببینیم و کلاً از جذابیت‌های بازی لذت ببریم. خب اینجا هم که فکر کنم وارگاس رو چیس زدیم. بازی هم که با اینکه هیچکی فکرشو نمی‌کرد 3-0 به نفع فنرباغچه تموم شد و اینجا هم خوشحالی بازیکن‌های فنر که گالاتاسرای تو زمین خودشون شکست دادن. بازی تموم شد. اینم منم همیشه با زمین خالی که جز آخرین نفر از سالن خارج میشم. دارم میرم سمت اسکله کشی سوارشم برم خونه عکس‌ها رو ادیت کنم. کشتی و خدا رو شکر خلوت بود. این ساعت همیشه خیلی شلوغه. آقا آسمون انقدر خوشگل بود که اصلا دوست نداشتم ازش چشم بردارم. عین یه تابلوی نقاشی بود. آخرش هم که یه دمنوش درست کردم و با اینکه خیلی خسته بودم نشستم پای ادیت عکس‌ها.
اگرم که دوست دارین نتیجه نهایی و ادیت شده عکس‌ها، کلا روند ادیت عکس‌ها قبل و بعد عکس‌ها رو ببینید، حتما توی کامنت‌ها بهم بگین. دارم یه ویدیو درست میکنم که از پروسه ادیت عکس‌ها، سلکت کردنشون، انتخاب کردنشون، کلا از روند ادیت عکس‌ها است. و اگر که دوست دارین حتما تو کامنت‌ها بهم بگین که براتون آپلودش کنم.